اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وای بر کم فروشان، آنانی که چون از مردم پیمانه را میگیرند آن را کامل میستانند، ولی وقتی که برای ایشان پیمانه را میدهند یا برایشان وزن میکنند کم میکنند. الا يظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا ایشان باور ندارند که برانگیخته میشوند در روزی بزرگ، روزی که همه مردم به حضور پروردگار عالمیان به پا میخیزند؟ كلا إن كتاب الفجار لفی سجین. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند، یقینا دفتر اعمال بدکاران در سجین قرار دارد. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. و چی میدانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنانی که روز جزا را دروغ می شمارند. وما یکذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. و هیچ کس روز جزا را تکذیب نمی کند جز آن تجاوزگر گناهکار که چون آیات ما به او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند، بلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهایشان زنگ پدید آورده است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند، بیگمان ایشان از دیدار پروردگار خیش در آن روز در حجابند. ثم انهم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و باز به دوزخ داخل می شوند، سپس گفته می شود این است چیزی که آن را تکذیب می کردید. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. چنین نیست که این نامسلمانان می پندارند، بیگمان کتاب اعمال نیکوکاران در علیین است. وما ادراک ما علیون. و چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. کتابی است نوشته شده که آن را مقربان مشاهده یعنی مراقبت می کنند. ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعیم. بیگمان راستکاران در ناز و نعمتند، بر تختهای عزت قرار دارند، به هر سو تماشا می کنند، در چهره هایشان تراوت و نشاط برخورداری از نعمتها را تشخیص می دهی. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. از شراب خالص سر به مهر نوشانیده می شوند. مهر آن مشک است و در حاصل کردن این مقام باید که پیش گیرندگان پیشی بگیرند. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. این شراب ممزوج با تسنیم است، چشمه‌ای که از آن مقربان درگاه الهی می نوشند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. روزی بود که بیگمان گناهکاران بر مؤمنان می خندیدند و چون بر آنها می گذشتند چشمک می زدند و هنگامی که به سوی خانواده خود برمیگشتند خوشطبعی و شوخی می کردند. و اذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. و چون آنها مسلمانان را می دیدند می گفتند اینها واقعا گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مسلمانان فرستاده نشده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. اما امروز مؤمنان بر کافران می خندند، بر تختهای قرار دارند و به هر سو تماشا می کنند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران به جزای اعمالی که انجام می دادند رسیدند؟ صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.